دابنز از عبدالله پرسان کرده که شما راجع با زعامت آینده چه فکر میکنین؟ میگه او گفت که باید یک پشتون باشه. میگه من فکر کردم شاید پادشاه را بگوید. گفتم پادشاه مقصد است؟ گفت نه، حامد کرزی یک چیز است. حامد کرزی پیشتر رفته بود در شمال و در اونجا و اینا را دیده بود، یعنی یک و باز اونا فهمیده بودن که یا کی را میخواین. یعنی پس از جورج تنت اولین کسی که موضوع را تاکید میکنه دکتر عبدالله است. بله، دکتر عبدالله ایره امره دابنز میگه ایره تاکید، مگر پیش از او امی خود تنت امی دابنز گفته که عجب است که ما آیسای پاکستان هم امی کرزی گفت، هیئت ایران هم امیر گفت، حتی روس هم به این مخالفت نداشتن. دابنز که رفته بود در پیش اعلیحضرت و دویسا، خود در شمال هم که رفته بود، مردم شمال گفته بودن که ما رئیس دولت نمیخواهیم شویم، ولی که ما پشتون نیستیم. اینا دی عادت است در افغانستان باید یک پشتون باشه، مگر ما سه چوکی اول میخواهیم: دفاع، خارجه، داخله. این عرصه از ما باشه. به دیگر رئیس دولت هر کس پادشاه را میخواه. این را کی گفته بود؟ این را همین نفرهای شمال. شمال خواه؟ بله شمال. بله. دابنز که رفته بود در چیز، از هر هیئت پرسان کرده بود شما چی میخواهید؟ یکی که کرزی قبولانده بود سر کل و دیگه هر کدام نظرشان میگرفت که شما چی میخواید. و شمال امیر گفته بود که بر ما همین سه چوکی رو بتین، ما رئیس دولت نمیخوایم. رئیس دولت میتونه پادشاه باشه. و ایام گفتن خب پادشاه. خالی گفت دبان گفتن خیلی پادشاه را، چون اما هیئت پادشاه رئیسش ما بودم، مرا گفتن که شما از پادشاه پرسان بکنین که چیز است، خودش قبول میکنه ایره یا کس دیگر میگه. اینا رفتن تلفن کردن که ملل متحد شما را میخواه و اگر شما خود شما قبول دارین خوب، اگر نه هر کسی را که شما انتخاب میکنین. یا پسان یک کسی که در اون محفل بوده و که تلفن جواب از طرف پادشاه عبدالولی داده و عبدالولی با پادشاه البته گفته که اینطور است و او را خانه ساخته که میگم که یک انتخابات بکنین. باز عبدالولی بر از اینا از طرف پادشاه گفته که اعلیحضرت میفرمان که من سر هیئت خود سر کلشان اعتماد دارم، در بین خود یک انتخابات آزاد بکنن سری، هر کسی را که خودشان انتخاب کردن من اون را قبول دارم. و یک کلمه دیگر هم ایره یقیقا او را عبدالولی بیخی از خود چرا من از بسیار ممارست میفهمیدم که اعلیحضرت که یگان چون بسیار سیاست مدار بود، یگان چیزی را که سرش تحمیل میشد که بگوید او را من میفهمیدم که نظر خودش نیست و یگان چیزی را که مخالفش هم بود عبدالولی از خود میساخته. اول که آورد که شما انتخابات کنین، باز گفت که اعلیحضرت گفتن که مشکلات جنوب هم در نظر بگیرین. یعنی پشتون انتخاب کنین جنوب این گفت سردار بوده. ایره بله سردار بر از اینا گفتن از زبان اعلیحضرت و ایا پیغام از طرف اعلیحضرت آوردن در مجلس ما که اعلیحضرت گفت که شما انتخابات بکنین. انتخابات